سلام خدمت همراهان عزیز. امروز با یک آموزش فوق تخصصی دیگه در خدمتون هستیم. نکاتی که اگر رعایت نکنید احتمال داره ضررهای خیلی زیادی رو ببینید. در خصوص معاملات چکی، چه خرید و فروش خودرو، چه ملک، چه طلا، چه سکه و یا هر چیز دیگه. خب از سال 1400 طبق قانون جدیدی که اومد، چک های قدیمی جاشون رو دادن به چک های جدید صیادی، چک های بنفش رنگ، چک هایی که با یه سریال صیادی بالای چک ها وجود داره. این چک ها باید در سامانه صیاد یا اپلیکیشن هایی که مربوط به این کار هستش ثبت و تایید دریافت بشه. حالا یه سری معاملات هست ما انجام میدیم در خصوص با خرید ملک، فروش خودرو، هر چیزی که هست، میایم از خریدار یک چکی رو ما میگیریم. نکاتی که باید رعایت کنیم اینه که خریدار حتما تاریخ چک رو دقیق بنویسه، مبلغ عددی و حروفی یکی باشه و دقیق نوشته باشه. به جای صفر نیاد نقطه بنویسه، احتمال داره بانک این نقطه رو ایراد بگیره و اون چک رو پاس نکنه. امضایی که خریدار میزنه، صاحب حساب میزنه، باید با امضایی که داده به بانک به عنوان نمونه امضا یکی باشه. احتمال داره، خب مورد داشتیم، فروشنده چک خریدار رو برداشته برده بانک و بانک گفته آقا این امضا مقداری فرق میکنه با اون امضایی که خود شخص اومده اینجا به عنوان نمونه امضا داده و چک رو پاس نکرده و اون فروشنده کلی ضرر دیده. حتما به این نکته دقت بکنید. بعد از نوشتن چک و دریافت چک، حتما خریدار چک رو در سامانه صیاد و اپلیکیشن هایی که مربوط به این کار هستش حتما ثبت کنه. چکی که صادر میکنه تاریخش رو باید بره در اونجا ثبت کنه. همینطور هم برای کسی که گیرنده چک هست مثل فروشنده ها، اینها هم باید بیان توی سامانه صیاد یا اپلیکیشن های مربوطه تایید دریافت چک رو بزنن. اگر این کارها انجام نشه و چک بره بانک، پاس نمیشه و چک رو